تاکنون هیچ کاهشی نه در شدت حملات طالبان و نه دولت افغانستان دیده نمی شود. هر روز شهرستان‌های بیشتری را طالبان به کنترل خود در می آورند. از عصر روز گذشته تاکنون طالبان حداقل 5 شهرستان را ادعا می کنند در اختیار گرفتند. از جمله این شهرستان‌ها شهرستان قوریان هم مرز با کشورمان در استان هرات است. شهرستانی که در مسیر خط آهن خاف هرات است. دولت افغانستان سقوط این شهرستان‌ها را تایید نمی‌کند، اما می‌گوید از برخی شهرستان‌ها از جمله شهرستان چشت هرات که طالبان شب گذشته مدعی تصرف آن شدند، نیروهای دولتی را برای آسیب نرسیدن به مردم خارج کردند. وزارت دفاع افغانستان هم امروز اعلام کرد در شبانه روز اخیر در حملات مختلف 260 طالب را کشته است. بیشتر حملات هوایی صورت گرفته است. تشدید حملات طالبان و سقوط بیشتر شهرستان‌ها همزمان با خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان پس از امضای پیمان امنیتی و 20 سال جنگ افروزی در این کشور انتقاد تند نمایندگان مجلس افغانستان را به همراه داشت. امریکایی‌ها آمدند در افغانستان، همراه دولت افغانستان پیمان امنیتی امضا کردند، اما فرار کردند. جنگ را بر علاوه که کم نساختند زیاد ساختند. امریکا با کمال افتضاح و رسوایی این سرزمین را ترک کرد و امروز هیچ کس از او پیمان امنیتی صدای بلند نمی کنند، نه حکومت و نه کسایی که گلو پاره می کردند که این پیمان باید امضا بشه. برخی از نمایندگان مجلس از دولت افغانستان می‌خواهند برای برون رفت از بحران کنونی به کشورهای منطقه مراجعه کند. دنیا به ویژه آمریکا به یک نحوی افغانستان اعلام کرده، حکومت افغانستان باید مراجعه کنه به کشورهای منطقه، در غیر از او سقوط نظام حتمی هست. برخی از نمایندگان مجلس افغانستان هم از نظم نوین جهانی پس از شکست آمریکا در افغانستان گفتند. آمریکاییان در مقابل رقبای خود مانند روسیه، چین، ایران و برخی از کشورهای دیگر واقعا شکست خوردند. این شکست یک شکست عادی نخواهد بود. شکست آمریکایی ها در افغانستان به معنای پایان امپراتوری جهانی آن کشور است. بعد از این دیگر جهان یک قطبی نخواهد بود. آمریکا دیگر قدرت بلا منازعه در سطح جهان نخواهد بود. اکنون ما زوال امریکا و با وجود آمدن یک نظم نوین جهانی را بعد از این شاهد خواهیم بود. روند خروج کامل نظامیان آمریکایی از افغانستان از 2 ماه گذشته آغاز شده است. همزمان با تشدید درگیری‌ها، نماینده ویژه سازمان ملل در افغانستان در دیدار با هیئت مذاکره کننده طالبان در دوحه قطر طالبان را به آغاز مذاکرات واقعی صلح دعوت کرده است. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.